سلام مجدد خدمت دوستان عزیز. احمد نیک اقبال هستم، مدیر و مؤسس گروه بنادیس بیم. در ابتدا از شما عذرخواهی کنم بابت تأخیر در انتشار نسخه جدید پلاگین کیچن بیم و خدمت شما عرض کنم که از این پس پلاگین کیچن بیم رو میتونید با نام جدید پلاگین کابینیار از وبسایت جدید kabiniyar.ir دانلود و فعالسازی بفرمایید. خب برای دانلود پلاگین کابینیار شما میتونید از قسمت دانلودها پلاگین کابینیار رو انتخاب بفرمایید که البته همین صفحه هست و دکمه دانلود رو بزنید تا نرم افزار به صورت اتوماتیک دانلود بشه. خب پس از دانلود نرم افزار میریم سراغ نصب و فعالسازی از طریق وبسایت. پس از اتمام دانلود میریم فایل رو از حالت فشرده خارج کنیم و فایل نصبی رو اجرا کنیم. نصب بسیار آسونی داره مثل نسخه قبلی، فقط با زدن کلید اینستال تمامی مراحل به صورت خودکار انجام میشه. نصب به پایان رسید، میریم برای اجرای نرم افزار رویت. با باز شدن نرم افزار رویت میریم یک پروژه جدید رو ایجاد میکنیم. در اینجا ما پلاگین کابینیار رو داریم که هنوز فعالسازی نشده و روی فعالسازی کلیک میکنیم. در فرم باز شده ما دو روش مختلف برای فعالسازی پلاگین داریم، یکی به صورت ارسال کد بر روی شماره تلفن همراه شما و دیگری به صورت دستی از طریق وبسایت. خب وارد وبسایت کابینیار میشیم. پس از ثبت نام و خرید لایسنس ها میتونید در این قسمت کارت های مربوط به لایسنس های مختلف رو ببینید که ما میتونیم از طریق فعالسازی دستی سریال نرم افزار رویت رو در این قسمت وارد کنیم و با زدن دکمه ثبت یک سریال یا لایسنس رو به ما تحویل میده به این صورت که میتونیم در این قسمت در نرم افزار رویت وارد کنیم به همراه شماره تماسمون و دکمه فینیش رو بزنیم. حالا ما میریم سراغ فعالسازی به صورت پیامک یا SMS. خب شماره موبایل رو اینجا وارد میکنیم. ارسال SMS. کد دریافتی رو در این قسمت وارد میکنیم و دکمه اکتیویشن. خب این نرم افزار ما در حال فعالسازی است و اگر در وبسایت هم بریم یک بار رفرش کنیم می‌بینیم که پلاگین کابینیار به صورت پیامک یا OTP فعالسازی شده. خب اینجا رویت ازمون میخواد که یک بار نرم افزار رو ریستارت کنیم.
یک پروژه جدید رو ایجاد میکنیم. خب وارد تب کابینیار میشیم، میبینیم که نرم افزار برای ما فعال‌سازی شده. خب بریم برای معرفی نسخه جدید پلاگین کیچن بیم یا کابینیار جدید. خب در این قسمت می‌بینید که لوگوی ما تغییر پیدا کرده، ابزار جدید در این قسمت اضافه شده و ابزار برآورد رو ما توسعه دادیم در این نسخه و جلوتر بهتون آموزش میدم. خب ابزار کاور برای نمای کابینت ها میتونیم ازش استفاده کنیم. دقیقاً طرحی میتونیم انتخاب کنیم که بر روی درهای کابینت استفاده شده. و یا استفاده های دیگر. خب نکته بعد این که زمان وارد کردن یک یونیت ما میتونیم اندازه‌های پیش‌فرض رو در این قسمت ببینیم که نسبت به ابعاد استاندارد هستن. و اینکه میتونیم به صورت دست جمعی یونیت ها رو انتخاب کنیم و باز زدن ابزار ویرایش درها یک درب جدید رو براشون انتخاب کنیم. به این صورت. ابزار بعدی ابزار برآورد هست که در این نسخه توسعه داده شده که میتونیم با انتخاب یونیت های در پروژمون و زدن دکمه برآورد. خب اینجا ازمون میخواد که یک پروژه رو به این ابزار برآورد اضافه کنیم. اگر پروژه‌ای داشته باشیم اینجا بهش اضافه میکنیم یا اگر پروژه جدیدی بخوایم ایجاد کنیم در این قسمت وارد میکنیم. دکمه نیو. خب اینجا یونیت های انتخاب شده ما در پروژه در این قسمت نمایش داده میشه. خب ما در ابتدا باید ورق های مورد نظرمون برای درب، برای یونیت و ورق های سمیل پشت یونیت ها رو در این قسمت وارد کنیم. یک نام براش انتخاب کردیم، طول ورق، عرض ورق، ضخامت و تعداد ورق. خب ببینید برای ورق‌های سفید که رگه ندارن، حالا این یک نکته تخصصی است که بیشتر توی صنایع NDF ازش استفاده میشه، بچهای کارگاهی خیلی باهاش آشنایی دارن که ما در این قسمت میتونیم بهش اضافه کنیم یا اضافه نکنیم. حالا جلوتر یک ورق رگه دار رو من اضافه میکنم و توضیحات بیشتر بهتون میدم. خب اینجا ورق سفید نیاز به رگه نداره، یعنی رگه‌ای نداره و قطعه به صورت آزادانه میتونه روش چرخش داشته باشه. پس چرخش رو ما در این قسمت خاموش میکنیم. خب بریم برای وارد کردن یک ورق برای درب کابینت. ضخامت ورق اینجا بسیار مهمه که حالا جلوتر باشه بیشتر آشنا میشیم. خب ورق ونگه ما دارای رگه چوب هست که ما حتما باید اینجا چرخش رو غیر فعال کنیم که قطعه آزادانه نتونه روی این ورق بچرخه. خب ورق درپا رو اضافه کردیم، میریم سراغ ورق پشت یونیت ها. خب سمیل سفید هم
ابعادش رو وارد میکنیم. 3 میلیمتر ضخامت. حالا بهتره که تعداد رو ما بیشتر بزنیم که اروری به ما نده. ارور که البته نمیده، یک هشدار میده، میگه که اگر تعداد ورقمون کمتر از حد نیاز پروژه باشه یک اخطار میده که تعداد ورق ها مثال کمتر. خب ورق 3 میل هم نیاز به چرخش، نیاز به قفل بودن چرخش نداره. قطعات به صورت آزادانه میتونن روش چرخش داشته باشن. چرخش رو ما خاموش میکنیم و وارد پروژه میکنیم. خب ما این تعداد یونیت رو داریم. اینجا باید بیایم در این قسمت به ورق‌های مختلف یونیت، این ورق‌هایی که وارد کردیم رو بهشون نسبت بدیم. خب برای ورق پشت یونیت میایم 3 میل سفید رو انتخاب میکنیم. برای ورق درب ورق ونگر رو استفاده میکنیم و برای ورق‌های بدن یونیت سفید ساده. خب اینجا به راحتی ما با وارد کردن ورق‌های پیش‌فرضمون و نسبت دادن این ورق‌ها به اجزای مختلف یونیت میتونیم که با زدن دکمه برآورد. خب ببینید این اروری که بهمون داد به دلیل ارتفاع زیاد درب یونیت ایستاده بود که اینجا میتونید ببینید 2 تا درب داریم اینجا که این ابعاد درب نمیتونن روی ورق ونگه بشینن. حالا منظور چیه؟ ببینید زمانی که شما رگه ورق درب شما به صورت افقی باشه، خب ارتفاع این درب بیشتر از عرض ورقمون هست. خب ما میتونیم اینجا با زدن دکمه یا روی این عکس چرخش درب میتونیم رگه درب رو به صورت عمودی کنیم و با زدن دکمه برآورد این مرحله رو رد کنیم. خب ببینید که یک پیشنمایش رو به ما اینجا نشون میده از تعداد ورقی که داریم. خب ببینید اینجا اون دقیقاً هم مشکلیه که داشتیم. البته الان مشکل رفع شده. ما زمانی که اون تیک رو فعال نکرده بودیم، این چرخش درب رو فعال نکرده بودیم و عمودی نکرده بودیم، این درب ها به صورت عمودی روی این ورق جایگذاری می شدن. خب طول این درب ها 2 متر و 19 سانت تا 8 میل بود که از ورق ما خیلی بزرگتر می شد. ورق ما 183 سانتی متر است. خب من نکته ریزی رو در خصوص این ابزار بهتون میگم. با زدن دکمه اینفورمیشن اینجا میتونیم نام پروژمون رو ببینیم. خب این نام ها رو من تغییر میدم. از قبل روی پروژه بوده. میتونیم اینجا شماره موبایل ها رو هم اضافه کنیم. اینجا نام پروژه اون هست. در این قسمت نام طراح و شماره تلفن طراح. در این قسمت هم نام MDF کار یا شخصی که توی کارگاه اون هست و شماره تماسشون. خب اینجا سیوش میکنیم با زدن دکمه برآورد. مجددا می‌بینیم که اینجا نام‌ها در PDF های ما تغییر پیدا کرده. خب ما اینجا برای این پروژه در این قسمت میتونیم ببینیم که ورق سفید ساده اینجا یک شیت ازش استفاده شده، این دومین شیت هست و شیت سوم. یعنی ما در این پروژه 3 تا ورق سفید ساده نیاز داریم. ورق 3 میل سفید هم برای پشت یونیت ها که یک ورق بیشتر نیست و ورق درب کابینت ها. خب ما اینجا به این تعداد ورق بیشتر نیاز نداشتیم. با زدن دکمه سیو PDF میتونیم PDF خروجی رو ذخیره کنیم به صورت
نقشای فردی فقط دیاگرام های برش یا لیست برش و دیاگرام ها یا به صورت فول. خب من فول رو انتخاب میکنم، در اینجا سیوش میکنم. خب میبینید که ما PDF خروجی در این قسمت داریم، نام پروژه، نام طراح، نام کارگاه و ورق‌های استفاده شده، مقدار PVC استفاده شده در یونیت ها. خب ما اینجا 5 تا شیت مختلف داریم، یعنی 5 تا شیت استفاده شده که سه مدل متریال داریم که شد بدنه یونیت ها، درب یونیت ها و ورق پشت. خب از ورق سفید ما اینجا 3 ورق استفاده کردیم، 62 قطعه، سمیل سفید 1 ورق 8 قطعه، ورق ونگه 1 ورق 10 قطعه، مقدار PVC هر قطعه، مقدار استفاده شده، مقدارهای پرتی و درصد استفاده از اون ورق و این هم ضخامت ورق‌های ماست. خب میان پایین‌تر، این لیست برش ورق‌های یونیت ماست، بدنه یونیت که اجزای مختلفی داره هر یونیت. حالا سمت‌های PVC شده، سمت‌های شیار خورده و سمت‌های فارسی شده. ورق پشتی یونیت ها و ورق درب ها. خب در این قسمت هم دیاگرام برش رو می‌بینیم. و یه نکته که توی فایل فول میتونیم ما ذخیره کنیم، این قسمت آخر است. حالا برای پروژه‌های سنگین‌تر خیلی مناسب‌تره برامون، خیلی کمکمون میتونه بکنه. این قطعاتی که در این قسمت می‌بینید قطعات پرت پروژه ما است. مثال ما اگر یک قطعه‌ای توی ورق درب داریم، مثال 144.8 میل در 39 سانت و 6 میل، این شماره 1 ما میتونیم بیایم تو قسمت پرتیای ورق درب این قطعه رو اینجا مشاهده کنیم. خب این خیلی کمک ما میتونه بکنه برای ورق‌هایی که به کارگاهی خدمات میدیم برای دریافتی قطعات پرتمون، یا در پروژه‌های بعدی که بخوایم استفاده کنیم که حالا جلوتر بهش میرسیم. مثال این ورق 174 سانت و 2 میل در 182 سانتی متر که این قطعه میشه. خب من میرم برای جزئیات ابزار برآورد. خب ما اینجا یک ابزار داریم، یک گزینه به اسم آپشن. اینجا میتونیم دور برش ورق خام یا ورقی که از بیرون تازه میخریم یک لبه خراب دورش مثلا معمولا داره. خب این ورق رو ما میتونیم اینجا یک عددی رو براش پیش بینی کنیم. مثلا میگیم از دور قطعه ما 5 میلیمتر بابت اون خرابی های ورق تازه خرید شده گرفته بشه. خب اینجا عدد رو میتونیم وارد کنیم، حالا 5 میلیمتر یا 10 میلیمتر. اینجا ضخامت تیغه برش ما هست. اینجا ضخامت، اگر بخوایم ضخامت PVC یونیت ها از ابعاد نهایی کسر بشه، ما میتونیم اینجا بهش یک عددی رو اعمال کنیم. حالا من میذارم 2 میلیمتر، جلوتر بهتون نمایش میدم. خب ضخامت PVC درب خام در این قسمت میتونیم وارد کنیم، اینها رو میزنیم 1 میلیمتر. خب اینجا ضخامت ریل رو داریم برای یونیت هایی که کشو دارن. حالا ما پیش‌فرض اینجا 12 میلیمتر گذاشتیم و ابعادی رو که دیگه نمیخوایم در قطعات پرتی ما محاسبه بشن. مثال ما یک لیستی رو داشتیم از قطعات پرتمون که این ابعادشون هست. خب ما میتونیم بگیم که اگر کمتر از طول 35 سانتی متر بود یا عرض 70 سانتی متر اصلا دیگه وارد لیست پرتیای ما نکنه. خب من با تغییرات جدید سیوش میکنم، میریم مجدد همین پروژه رو ذخیره میکنیم. فول دیاگرام
میذارم شماره 2. خب ورق بدنه یونیت ما، ببینید ما در فایل قبلی ضخامت یا عرض ورق بدنه یونیت ما اینجا 60 سانتی متر بود، 600 میلیمتر. در ابعاد جدید 2 میلیمتر بابت ضخامت PVC ورق بدنه کم شده که شده 59 سانت و 8 میلیمتر. خب در قسمت درب ها میریم مشاهده میکنیم این ابزار رو. اینجا می‌بینیم که درب یونیت ایستاده 59 سانت و 8 میلیمتر بوده، اون 2 میلیمتری که کم شده به خاطر بادخور بین درب‌ها بوده که در ورودی اول اینزرت مدل اون عدد رو میتونیم انتخاب کنیم. حالا باز بهش برمیگردیم و بهتون میگم. خب در فایل جدید می‌بینیم که 2 میلیمتر بابت ضخامت PVC دو سمت درب کم شده، 56 سانت و 59 سانت و 6 میلیمتر، 59 سانت و 8 میلیمتر. خب ابعاد اندازه بادخور بین درب ها هم زمان من رو کنسلش کنم، نیاز بهش نداریم. زمان وارد کردن یک یونیت میتونیم در این قسمت بادخور بین دو درب رو در این قسمت اضافه کنیم. حالا معمولا 1 میلیمتر الی 1.5 میلیمتر میگیرن که دقیقا روی این یونیت هم اعمال شده. خب من زوم میکنم در این قسمت. دقیقا این بادخور بین یونیت هاست، بین درب یونیت ها که از لبه های یونیت هم فاصله گرفته. این هم فاصله بین دو درب است که این هم توی محاسبات ما قرار گرفته. خب ما یه سری ابعاد دیگر رو داریم. بذارید من یونیت ها رو مجددا وارد کنم. خب این قسمت رو، این یونیت رو باید رگه درب عمودی باشه. خب ما یک سری ابعاد خارج از این یونیت ها ما میتونیم به این پروسه اضافه کنیم. خب میایم تو قسمت اد پارت، یک گروه جدید رو اضافه میکنیم. مثال میزنم اصلاحی میکنم. مثال گذاشتم پاخورها، اینزرت میکنم، در این قسمت بیام اضافهش میکنم. خب میگم که ما نیاز به قطعی داریم به طول 2 متر و 50 سانتی متر، عرض 14 سانتی متر و تعداد مثال 5 عدد. خب در این قسمت میتونم جهت PVC رو انتخاب کنم، جهت شیار رو انتخاب کنم و جهت زاویه 45 درجه. خب پاخور ما نیاز به زاویه یا شیار نداره، میتونیم در این قطعه از PVC استفاده کنیم که میگیم یک طول از 2 متر و 50 سانت PVC بشه. اگر دو طول خواستیم استفاده کنیم PVC بزنیم، با L1 و L2 رو بزنیم. خب من یک طرفش رو، یک طولش رو PVC زدم و اضافه میکنم. خب ما اینجا اسممون رو اشتباه انتخاب کردیم، میتونستیم چیز دیگه بزنیم، ابعاد خورد رو میتونستیم بزنیم یا قطعه دیگر رو. من مختص زدم برای پاخورها. خب میام تو همین دسته، تو همین گروه یه چند تا قطعه دیگه اضافه کنم. مثال 50 سانتی متر در 80 سانتی متر،
تعداد 10 عدد 4 طرف PVC. خب وارد کرد. اینجا میتونیم ببینیم PVC جهت های PVC مون رو. این قطعه 4 جهت PVC شده، این قطعه یک جهتش. میام یه قطعه دیگه وارد میکنم 80 30 سانتی متر همون 10 عدد و مثال دو تا طولش رو فارسی میکنیم، دو طول دیگهش رو یعنی دو عرض دیگهش رو PVC. خب اینجا میبینیم که قطعه ما اضافه شد، دو تا طولش زاویه 45 درجه خورده، دو تا عرض این قطعه هم PVC شده. خب ما میتونیم چرخش این قطعه رو در این قسمت زمان وارد کردن خاموش یا روشن کنیم، در این قسمت هم میتونیم خاموش روشن کنیم یا قطعه رو دیلیت کنیم. حتی از اینجا هم ما میتونیم چرخش رو خاموش و روشن یا قطعه رو دیلیتش کنیم. خب ما اینجا ببینید یک آیتم دیگه به این گروه ها اضافه شده به اسم پاخورها. باید یک ورق رو اینجا بهش نسبت بدیم. خب ما میتونیم یک ورق جدید بسازیم برای این قطعات یا از این قسمت یک ورق قبلی رو بهش نسبت بدیم. من میگم که این قطعات داخل ورق ونگه یا همون ورق درب جایگذار میشه. خب چرخششون هم قفل هست، میریم برای برآورد. ببینید من یه این نکته خدمتتون عرض کنم. اون ابعادی که ما وارد کردیم بابت برش دور ورق، یعنی ورقی که شما تازه خریداری میکنید یک لبه خراب داره، میتونه اینقدر روی پروژه ما تاثیر بذاره. قبلا این عدد 5 میلیمتر بود و ما اینجا یک ورق 3 میل بیشتر استفاده نشده بود تو پروژه. حالا به خاطر که این ابعاد بیشتر شد، یعنی 1 سانت از این طرف 1 سانت از این طرف ورق کمتر شده، می‌بینیم که یک قطعه دیگه ما وارد ورق دوم شده. خب این قطعه رو شما میتونید مدیریت کنید، این ابعاد رو ما میذاریم همون 5 میلیمتر قبل و مجدد دکمه برآورد. می‌بینیم که یک ورق 3 میل بیشتر اضافه نشده. خب بریم سراغ ورق ونگمون. ببینید این ابعادی است که من توی قسمت پاخورها اضافه کردم. 10 تا قطعه 50 در 80 بود و 80 در 30 هم 10 تا قطعه ما داشتیم که اینجا میتونید ببینید. ورق هایی که روشون فلش نمایش داده شده ورق های درب هستن. حالا ما اگر بیایم در این قسمت یک درب رو چرخشش رو تغییر بدیم، البته نه، باید ورق رو خاموش کنیم، حالا جلوتر بهش میرسیم مسخره میکنیم. خب اینجا میبینید قطعات ما اضافه شده. این هم قطعه پاخور ما است، 2 متر و 50 سانتی متر در 14 سانتی متر. خب میریم سراغ PDF فول. میریم تو قسمت ایندکس ها. خب ما اینجا خب این اسم و لوگو هنوز از قبل مونده، فراموش کردیم تغییر بدیم. خب میبینیم که طول PVC ها در این پروژه بیشتر شده، قطعات بیشتر شده، نوع ورق ها بیشتر شده، یعنی تعداد ورق همون بیشتر شده. خب میایم تو قسمت ورق های ونگه. تو قسمت ببینید چیز جالب بود، حالا من حواسم بهش نبود. ببینید یک دسته جدید اینجا اضافه شده. ببینید غیر از ورق پشتی کابینت ها یا ورق درب ها ما یک دسته جدید داریم که دسته همون پاخورها اینجا نمایش داده میشه. به صورت دستی ما وارد کردیم، منوال ابعادی که وارد کردیم، جهت های PVC، جهت های شیار و جهت های فارسی یا 45 درجه.
خب برمیگردیم به نرم افزار. در این قسمت شما میتونید تمامی پارت های قطعات یونیت ها رو در اینجا مشاهده کنید. قطعات بدنه یونیت، قطعات درب یونیت، قطعات ورق پشت یونیت و قطعاتی که به صورت دستی وارد کردید. خب بریم سراغ یک سری آپشن های ریز که توی فرم برآورد ما داریم. ببینید در زمانی که شما یونیت ها رو انتخاب میکنید و ابزار برآورد رو میزنید، یک لیستی از یونیت های انتخاب شده رو در اینجا میبینید. خب ما زمانی که نخواهیم از یک یونیت استفاده کنیم توی سیستم برآورد، میتونیم اینجا در قسمت شو تیک اون یونیت رو برداریم. خب حالا من میام این یونیت ها رو خاموش میکنم. در اینجا فقط یک یونیت رو استفاده میکنیم و قطعات پاخور. خب اینجا میبینید که ورق سفید این قطعات رو نیاز داریم، ورق 3 میل پشت و درب که از همون گروه پاخورها در این قسمت اضافه شده. خب حالا اگر ما پاخور رو روی نام قرار بدیم و برآورد رو بزنیم، خب اونجا یک اخطار بهمون داد که برای پاخورها ورقی انتخاب نشده. اینجا فقط میتونیم قطعات مربوط به این یونیت رو مشاهده کنیم. اینجا میبینیم که 3 تا درب یونیت داریم، 3 تا ورق کفی یونیت ها، یک ورق پشت یونیت کشو و قطعات بدنه که حالا میتونه بدنه کف یونیت باشه، بدنه چپ و راست، دیوارهای چپ و راست باشه، بدنه های یونیت باشه و قطعات باریک هم برای قیدها یا تیرک های یونیت هستن. خب ابزار بعدی که ما اینجا، آپشن بعدی که داریم نمایش درب هست که ما میتونیم به یک یونیت رو بدون درب اینجا محاسبه کنیم. زمانی که تیک درب رو برداریم دوره ما اخطار داد به خاطر اون پاخورها. خب اینجا میبینیم 2 تا ورق بیشتر نداریم، پس درب ها محاسبه نشدن. و اینجا یک گزینه دیگه داریم برای محاسبه ضخامت PVC درب ها. خب اگر ما درب رو بذاریم و محاسبه کنیم، همونطور که اون در قسمت اینفورمیشن یا آپشن ها ضخامت PVC درب رو ما 1 میلیمتر قرار دادیم، اینجا میبینیم که 23 سانت و 3 میلیمتر عرض درب یونیت شده. خب حالا ما میایم اینجا این عدد رو به مثال 3 تغییرش میدیم. میخوام اینجا اختلاف رو ببینید که میشه 22 سانت و 7 میلیمتر که از هر جهت در عذرخواهی میکنم چون 1 میلیمتر از قبل بود، از هر طرف مجددا 2 میلیمتر کم شد، 22 سانت و 9 میلیمتر. خب ما اگر بیایم در این قسمت تیک محاسبه ضخامت PVC درب رو برداریم، میبینیم که 23 سانت و نیم عرض هر درب شده. آپشن روتیت دور هم که بابت چرخش درب ها بود. حالا من رو همین یه دونه یونیت براتون مجدد تست میکنم. رگه درب رو من به صورت عمودی روی یونیت قرار دادم. ببینید اینجا رگه ورق ماست که به طول MDF هست و اگر این رو 90 درجه بچرخونیم میبینیم که به صورت عمودی روی یونیت قرار میگیره. خب یه گزینه دیگه هم داریم به اسم پارت که میتونیم اجزای مختلف یک یونیت رو در اینجا ببینیم. اسم اون اجزا، ماهیتشون که ورق یونیت هستن یا ورق پشت هستن یا ورق درب یونیت، ابعادشون، ضخامت هاشون، تعداد، جهت های PVC، جهت های شیار و جهت های فارسی.
ما در یونیت های معمولی فقط برای هولدر هایی که به دیوار یا به بدنه یونیت نصب میشن برای فیکس کردن یونیت ها 2 تا قطعه داریم که هر کدومشون یک طول فارسی دارن. خب دوستان عزیز، من نکته فراموش کردم مجدد این تیک از ویدیو رو ضبط میکنم. ببینید شما بدون استفاده از یونیت ها در پروژه یا وارد کردن پروژه میتونید یک سری ابعاد و اندازه رو به صورت دستی به فرم برآورد اضافه کنید و یک خروجی PDF بگیرید. حالا من یه پروژه سریع می نویسم. خیلی سریع نوشتم، هم ریخت ببخشید. خب نیو رو میزنیم. خب اینا اسم قبلا داشتیم، میزنیم پروژه 4. خب یک ورق رو اینجا اضافه میکنیم، مثال میزنیم ورق آبی. سه 16 5 تا ورق. چرخشش رو غیر فعال میکنیم، اضافه میکنیم به پروژه. خب میام در این قسمت میزنیم ویترین، اینزرت، ویترین رو انتخاب میکنیم 150 سانتی متر 50 سانتی متر 5 عدد 100 سانتی متر 25 سانتی متر 10 عدد و مثال 88 سانتی متر 55 سانتی متر 10 عدد. خب این قطعه رو من 4 طرف PVC میکنم. یه قطعه هم دیگه اضافه میکنیم. چهار طرفش رو فارسی میکنیم یا زاویه 45 درجه. خب ما این قطعات رو داریم الان توی این پروژه و میایم در قسمت اعمال ورق ها به قطعات ویترین رو بهش ورق آبی رو اعمال میکنیم و ابزار و دکمه برآورد. خب ببینید ما الان بدون استفاده از وارد کردن یونیت یا بدون استفاده از یونیت اومدیم یه سری ابعاد رو اینجا برآورد کردیم که ببینیم چند تا ورق نیاز داره. خب بریم سراغ ادامه ویدیو. خب ممنونم که تا اینجا با ما بودین. خیلی خوشحال میشم نظری، انتقادی یا پیشنهادی داشتین حتما توی کامنت ها برای ما بنویسید. حتما اگر نرم افزار رو دوست داشتین یا پلاگین رو دوست داشتین به دوستانتون معرفی کنید. ما 2 ابزار دیگه هم در وبسایت قرار دادیم که یکی از اونها همین فرم برآورد هست که به صورت مستقل میتونید ازش استفاده کنید بدون نیاز به رویت ولی فقط اونجا کافیه یونیت مورد نظرتون رو از لیست یونیت ها انتخاب کنید و ابعاد رو بهش اعمال کنید و داخل این فرم قرار بدید و همین روال رو ادامه بدین تا برسیم به یک خروجی نهایی. خب ما این نرم افزار رو خاطر اینکه هسته خیلی حرفه‌ای داشتیم تو بحث الگوریتم‌های چینش ورق‌ها، این نرم افزار رو ما به صورت اندروید هم در وبسایتمون قرار دادیم که میتونید خریداری کنید و به زودی هم در بازار کافه بازار قرار میگیره که از اونجا هم مجددا میتونید لایسنسش رو خریداری و فعال سازی کنید. ممنون از لطف شما که تا اینجا با ما بودین. خدا نگهدار.